وابسته به مسئله محبسخانه ها امروز بیش از 12,000 محبس‌ها هستند در مؤسسه اسلامی و دولت و شرایطی که در اونجا هست بسنده است برای نگهداری این و کمی زیادتر هم ما میتوانیم از این زیادتر هم میتوانیم بکنیم نگهداریشون رو کنیم. شرایط رو باید دفعه ما گفتیم ما با گوناگونی نگهداری و مایل ساختن شرایط رو داریم و ما تاکید هم کرده بودیم دفعه گذشته وقتی که گزارش‌های دیگه سازمان ملل متحد با مسئله شکنجه تشریف آورده بودند اون شرایطی که در مؤسسه ما هستند اون رو خوب ارزیابی کردن و امروز ما برای بهتر کردن فعالیت داریم و اون مؤسسه‌ای که شما در شورای وحدت فرستادید اون با تدریج رفته ایستاده است. مؤسسه‌های ساختمان چنین مؤسسه وقتی اون تقاضا داریم میباشد از خانه 4 میلیون نیست که برداری کنیم. امسال از بودجه 9 میلیون تومان بیشتر مبلغ گذاشته است. ما با تدریج این کار را انجام دادیم. تشکر.